شنونده محترم، این بار روح‌الله روحی هنرمند رادیو تلویزیون افغانستان سومین کست جدید خود را در اسلام آباد ثبت و تقدیم هنردوستان می‌نماید. نوازندگان جوان و با استعدادی که در ثبت این کست سهم داشته‌اند هر یک: مسیح احمد علی زید در قسمت باس گیتار، حشمت الله لطیفی در قسمت جاز، داریوش در قسمت کرد ارگن، حمیدالله سلطانی در قسمت ریتم کمپوزر و این کست توسط استودیوی آرکستر ستاره‌های آریانا و همکاری ماهر سلطانی ثبت گردیده است.